مؤمن مرتد میشه. چرا؟ یک جای کفر گفته میشه این کفر از او را لایک میکنه، کفر از او را تایید میکنه. بعضی کساس میگه اگر مسلمان شدی با هیچ وقت دیگه هر کاری که کردی تغییر نمی. الله میگه نه، مؤمن مرتد میشه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، صحیح که فعلا تو مؤمن هستی، لکن اگر تو مؤمن مرتد شدی، از دینت برگشتی، مثل که حال بسیاری کسا هست مرتد میشن. صبح کلیپ هم بشیدم، میخواستم امور با برادر عبدالوهاب روان بکنم، من تا ناوقت شد نمیفهم چی شد. یک خانم قصه خودم میکنه که مشو خو دیدم، رفتم در سوئیس خو دیدم، یک ریش سفید آمد و بسیار زیبا و چطورکایی. و وقتی که چرا سوئیس رفته بودی؟ والا تنها رفته سوئیس، از مادر و پدر و بیادرهای خود خبر نداره. اول خود شیطان ایره چی کرد؟ در دام خود انداخت. اول به سوئیس در یک کشور اروپایی برهنه و لچ و بی‌حیایی این دختر تنها میره، بازی کنجا میره. خطوات شیطان است. گام اول شیطان چی شد که ایره بدون محرم در کشور اروپایی روان کرد. اول فامیلش نمیه، بالاخره این طرف از اون طرف شیطان های انسانی در پشت شروع میکنه که این کتاب ما که از خوب کتاب است، این کتاب منسوخ شده، این کتاب انجیل که در این دشنام با پیغمبر هستی خوب است. بازی شیطان های دیگه بر چی میگن؟ شیطان دیگه در خوابش میآید. یک کسی میگه در خواب آمد، ما خانم نی رجال الغیب، رجال الجن. عیسی میگه در خواب آمد، بر ما گفت قسم میکنه بیا 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 بیا. خدا اون شیطان چی میخواست از پیشش؟ چی یاره بیا بیا؟ عیسی میگه یک شب آمد در خوابم، دیگه شب آمد در خوابم، دیگه شب رفته. باز تعبیرش از کی پرسان کرد؟ از یک نصرانی. او برش گفته که این صاحب عیسی مسیح هست، خدا هست. تو را گفته بیا به من ایمان بیار. باز خودش رو قصه میکنه، میگه بازی صبح که شد باز من رفتم پیش مردم چطور کنیم، باز من چی شدم؟ نصرانی شدم. این حالیه که نصرانی میشه. الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، شما که در این عصر خطرناک که ما و شما زندگی میکنیم، یصبح المرء مؤمنا و یمسی کافر. یک نفر صبح مسلمان میباشه، دیگر کس کافر میشه. یمسی مؤمنا، دیگر مسلمان صبح کافر میشه. چرا؟ یک جای کفر گفته میشه این کفر از او را لایک میکنه، کفر از او را تایید میکنه، او را تشویق میکنه، میره در حزبش، در گروهش، پس این مرتد میشه. یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که شما ایمان دارین احتیاط کنین. من یرتد منکم عن دینه، هر کسی از شما که از دین خود مرتد میشه، فسوف یأتی الله بقوم، باز پیش الله هیچ مشکل نداره، شما را نابود میکنه، از بین میرین، هلاک میشین. دیگه مردمانی میاین، نسل جدیدی میایه که یحبهم و یحبونه، که اون نسل باز الله اونا را دوست می داشته باشه و اونا الله را دوست می داشته باشه. جنگای صلیبی به ضد صلیبی ها شما که تاریخش خوانده باشین 200 سال ادامه پیدا کرد. یک نسل 80 سال می باشه. نسل اول رفتن، نسلی که برای صلیبی ها غلامی می کردن، در بین خود اختلاف کردن، جنجال کردن، این نسل رفتن هلاک شدن. نسل دوم آمد، 1 2 16. نسل دوم ددله بودن، برم در درس نرم، ضد صلیبی ها بجنگم نجنگم، باشم نباشم. این نسل هم از بین رفت. قدس پیش صلیبی ها. نسل سوم آمد، او دو نسل چی شد؟ الله اونا را هلاک کرد. نسل سوم آمد که یحبهم و یحبونه، که اینا الله را حقیقتا دوست داشتن، الله هم اینا را حقیقتا دوست داشت. چی صفت داشتن اینا؟ الله متعال میگه اگر شما مرتد شوید، الله ذات غنی هست، شما را هلاک میکنه. 20 سال پیش در افغانستان، وقتی که 20 سال 30 سال در وقتی که ما جوان بودیم، نسلی بود که برای روس غلامی میکردن. ترکیش آمد اول به کل شهر سرخ ساخت، بیرقای سرخ. یک شاگرد از دستایش ماچ میکرد.
شاگردش آمد استاد خود هلاک کرد. در دانش بالش رمان. حفیظ الله امین شاگرد ترکی را کی کشت؟ حفیظ الله امین. حفیظ الله امین که ترکی پیمان داشتن که روس غلامای روس بودن که کودتای از اینا را کامیاب کرد. دیگر روز روس آمد خودشان سر حفیظ الله امین شک کردن. در تپه تاجبیک قصر خدا برده بود، اونجا ریاست جمهوری بود، اونجا کشتنش، مردش تا بال گم است. از مسکو و از کجا خواستن؟ کارمل. روسا اول آمدن در افغانستان، بعد از او کی را آوردن؟ کارمل. گو دیگه آوردن که بیشی کارمل جان حکومت کو. پرچمی بود در کابینهش و در افرادی که کتش کار میکرد. نفر خود کارمل کی بود؟ نجیب بود، دکتر نجیب. کسایی که نجیب شهید میگه فقط دعا میکنیم برشان، میگیم الله متعال تو را هم کزدمو حشر کنه. هر جایی که رفت الله متعال تو را هم کتش حشر کنه. خلاص که باز بگیشن باز میگه نه خوب آدم بود، خب من خود الله که از او حشر نکنه. خب چرا میترسی؟ نه فهمه که خود کبانست بود. فهمیدی؟ بعد از او کارمل او هم مردار شد رفت. یا مسلمان ها بودن مرتد شدن. بعد از او نجیب آمد. نجیب هم خونه سرنوشت شدید چیست. الله متعال میگه ببینیم تاریخ معاصر ای مؤمنانه که مثل 20 سال پیشتان واره نشین. من یرتد منکم عن دینه، کسی که از دین خود مرتد شوه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون. نحول وبالظنا فهان في دمع من الشوق مطلقي سلام.